шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 21-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Босе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. وقتی که قاری مادر زیبی را در 15 سالگیش به زنی گرفت، او دختر زیبایی بود. مانندی حاضرش نبود. اکنون زنک در 30 سالگی مانندی کمپیرهای 50 ساله رویش پوراجینگ، پوستی بدنش خلطه شده است. در آن وقتها میرزا اکرمبای به رسالت محبتی داشت. او را مهربانی و نوازش می نمود. زنی جوان به این محبت و مهربانی شوهر بالیده هوا بلند شده، عبادت پادشاهی به حالت زنی صوفی افتاده مانده را نظرش نمی گرفت. او را پست می زد، گپش را می گرداند. علم آن روزها در دل عبادت پاشا جمع شده به کینه سختی نسبت به رسالت تبدیل یافته بود. کاهش ها، طعنه های نیشدار زهربار، نقارهای میده میده هر روزه و هر ساعته که عبادت پاشا آنها را چندین سال باز در حق پلانجش به کار می برد، هنوز هم تیغ کینه‌اش را کند نکرده بودند. وی از رسالت سرسخت انتقامی کشنده گرفتن می خواست. در دل وی تشنگی این انتقام نظر به خواهش این که شوهرش صاحب منصب شود زورتر بود. بعد 2 روز عرابه سایباندار بای بیبی خلیفه را به بخارا برده در خانه خواهرش مانده آمد. از بین باز 4 روز گذشت. عبادت پادشاه را از شهر گرفته آوردن لازم بود. میرزا اکرمبای در این گونه موردها عادتا یکی از خدمتگارانش را میفرستاد، اما این دفعه خودش رفتنی شد. وی برخلاف عادت آن پگاه با رسالت و زیبی خوشگپ خوشمعامله بود. با آنها در خانه رسالت سر یک دسترخوان نشسته ناشتا خورد. زیبی را حتی نوازش کرد. زیبی جان بیا، تو را به شهر برده یک تماشا کنانم، خیر می؟ سر و کتف دخترش را سیله کرده گفت او. زیبی از بازی که عقلش را شناخته بود هیچ به خاطر نداشت که از پدرش این نوع مهربانی دیده باشد. دخترک از شادی پرزفق و خنده‌ای که فقط بچگان قابل آنگونه شادی می باشند به کرته‌اش نمی غنجید. رسالت باشد در چشمانش اشک خرسندی و مینداری حلقه زد. زنک به دلش می گفت خدایا نخواد که فعل شویم دیگر شده باشد. نخواد آن زمان خوشبختی کیها فراموش شده، روزهایی که وی به من مهر و محبتی داشت و بر رویم خندیده نگاه می کرد باز بر می گشته باشد. کاش که هم تو کنی ددیش. اشک چشمانش را با نوک رومالش پاک کرده گفت زن. دخترکم 14 به در آمد و تا این وقت شهر ندیده است. خیز زیبی جان، ددیتا آغوش کن، موچی کن. ددا جانم گوی منه عرابه سایباندار به سوار کرده شهر برید، سیلو تماشا کنانید گوی. دخترک دستهای نازک خود را به گردن پدرش حلقه کرده از روی پرپشم وی بوسیده خوشبختانه شادی می کرد و گل گل می شکفت. مادرش در رفت در قمغان آب گرم کرده سری زیبی را با جرغات شست. مویش را شانه کرده میده میده بافت. کرته سفید شاهی، کمزلچه سبز بخمل و تاقی تاسی زردوزی دختر را از صندوق برآورده به وی پوشاند. به سرش فرنجی نوی دخترانه را پرتافت و بعد در عرابه پهلوی پدرش شنانده گسیلش کرد. اگر رسالت سرسخت می دانست که جگربندش یگانه تسلای دل غمزدهش را با چی مقصد به شهر گرفته بردند، شاید به مرگ مفاجات خودش و دخترش راضی می شد. خواهر خردی عبادت پاشا زن امام یکی از 360 مسجد بخارای شریف بود. آنها در محله پای آستانه حولیچه آزاده خیشت فرشی داشتند. خواهران زیبی را با یک خرمی پرهیاهو که از غیر چشم داشت دخترک بوده و او از مشاهده آن در تعجب ماند پذیرایی کردند.
زیبی نخستین بار از زبان آنها تعریف جمال و حسن اخلاق خود را شنید و دانست که او هم خوشروی، هم با آداب، هم شیرین زبان، خلاصه یک دختری ارزنده و اعلایی بوده است. بیبی جان و خاله جانش وی را با نبات و حلواهای شیرین بخارا ضیافت می کردند. زیبی خاله جانش را بسیار نغز دید. وی زنی آلفته شوخی بود. دوتار می نواخت. گپهای غلطی می زد. هر دم پهلو، ران و یا سینه زیبی را می پوچید. گاها ناخواست گریبان دخترک را یله کرده یا که دستش را گرفته آستینش را بالا نموده می دید و بدنکات شفتالوی پوست کنده برین، خودکت حبی نباد برین تو زیبی جان گفته می ماند. میرزا اکرم بای روزی دیگر به ریگستان رفته ساعتی در نزدیکی دروازه ارگ گشت. او پیش از آن که تحفه خود را نزد امیر برد میخواست یگان عملدار شناس را دیده از وضعیت درون ارگ و کیفیت امیر نو را فهمد. مبادا که احد خان بعد امیر شدن مزاجش تغییر یافته باشد و پیشکش زنده میرزای قاری را نپسندد و قبول نکند. در این صورت ممکن است قاری باز مانند آنی که در واقعی بیدانه روی داده بود شرمنده و خجل شده ماند. در پیش دروازه ارگ یک توده منصبداران، بایان، سوداگران، بازرگانان، جلابان ایستاده بودند که برای تهنیت امیر نو آمده بودند. جامه های گرانبهای ادرس و کیمخواب، دستارهای سفید و سبز و کبود در شعله آفتاب پگاهانی می درخشیدند. سیسها، نفکر و خدمتگارها در هر کنج و کنار اسبهای بردم و بزین و ابزال، خورجینها و لینگه های پر از اشیا و سیم و زر را نگاه داشته می ایستادند. این چیزها همه تحفه و پیشکش هایی بودند که صاحب منصبان و دولتمندان به امیر آورده بودند. در ریگستان چنین منظره را در دوام یک ماه اولی امیری عبدالاحد خان هر روز مشاهده کردن ممکن بود. بناگاه میرزا اکرم بای یک نفر محرم کرمینگی احد خان را که شناس بود دیده ماند. بای به او با تواضع سلام داده گفت که دو دهن گپ دارد. اگر جناب محرم گوش می کردند این غلام را از خود مینه‌دار می نمودند. محرم قبول کرد. دویشان به کنارتر رفته گفتگو کردند. میرزای قاری اول از سلامتی حضرت امیر پرسان شد. محرم را باوری داد که شب و روز در حق جناب عالی دعا می کند. بعد از آن سوال کرد که یخشیبی که اودایچی را دیدن چگونه میسر می شده باشد و منزل آن جناب کجا باشد؟ بیایید من نشان می دهم. تکلیف کرد محرم. او قاری را به محله از محلات طرف شمالی ارگ برد. احد خان بسیاری منصبداران و محرمان کرمینگیش را با خود به پایتخت آورده بود. هر کدام آنها در شهر به حولی های اجاره یا زرخرید استقامت می نمودند. محرم به میرزا اکرم بای حولی اودایچی را نشان داده کفی دست کشاده گفت کنی خدمتانه را برارید. بای از همیانش 3 تنگه برآورده دراز کرد. محرم با عنف و عتاب همتتان همین می گفت. با شما را فلانی بی می گویند. این پولتان را نه با آن پایکی دیهدو از چلیمش یک قلاب کشیده رفتن گیرید. میرزای قاری 1 تنگه دیگر اضافه کرد. محرم باز هم قبول ننمود. عاقبت 5 تنگه داده از دستش خلاص شد. دربان یخشیبیک بای را به نزد خواجه‌اش درآورد. اودایچی در مهمانخانه خود تنی به یکتا سری سینه پرپشمش برهنه به لوله بالش تکیه کرده نشسته بود و چلیم میکشید. مگر با دیدن میرزای قاری واقعی بیدانه به یادش آمده بود که خندید. ها قاری چی گپ؟ تقصیر در پایگاه زانو زده گپ سر کرد بای. شما همیشه در حق این غلام لطف و مرحمتتان را دریغ نداشته بنده نوازی می کردید. از برای همین کمینه باز به حضور شما آمدم. خوش. کمینه در واقع از جناب شما هیچ یک سری پنهانی ندارم.
کمینه یک عاجزه دارم، به کنیزکی جناب عالی می ارزیده باشد می گفته امید کرده آمده بودم، اما خواستم که اول جنابی شما را دیده مصلحتتان را گیرم. یخشی بیگ پاهایش را غنداشته چارزانو نشست و به طرف گوینده خم شد. عاجزتون چند ساله؟ با 15 قدم مان تقصیر. خوشروی می؟ ایبا نکرده روی راست پرسید عملدار امیر. اگر به نظری التفات نگیرند، درست حسنش به خودش مناسب. به زمین نگاه کرده جواب داد قاری منصب جوی. خوش، باز چی ها پیشکش کردن میخواهی؟ بای به معنی سوال صرفم نرفته در جوابت تأمل کرد. جنابی عالی کنیزشان بسیار. فهماند اودایچی به کنیز محتاج نیستند. عاجزه تو ملش رویکشی پیشکش شود. اما خودی پیشکش چیست؟ بای فهمید که از وی چیزی کلانتر طمع دارند. غیر از تن دادن چاره نبود. هرچی که شما مصلحت بینید. نیم تعظیم کرد او. من چه دانم؟ همت خودت میداند. جواب داد طمعکار. خوب، من یگان پیشکشی ارزنده تخت میکنم. مقصدت چیست قاری؟ از جناب عالی یرلیق میخواهی؟ از خودتان گپ نمیماند تقصیر. جنبیده باز نیم تعظیم کرد میرزا اکرم بای. امیرم بنده نوازند. اگر خواهند در واقع با یک نظری التفات سری غلامشان را با آسمان میرسانند. یرلیق گرفته دیم به من چی میدی؟ چی که خواهی تقصیر؟ اودایچی کمی سکوت کرد و گفت ایشیک آقا باشگی 100 تلا، میراخوری 150 تلا. میرزای قاری سرخم کرده دست بر ریشش برد. درباره بی انصاف رشوه از حد زیاد طلب میکرد. میانم میشکند. اندک کم کنید بلاتا نگیرم. باز برای پیشکشی جنابی عالی هم در واقع یک خرجین پول لازم. من با تو مال خرید و فروش کرده ایستادگیم نیه. ابروانش را چین کرد اودایچی. خواهی همین، نخواهی خودت به حضور جناب عالی در آمده یرلیق گیر. غیر از راضی شدن چاره نبود. یخشی بیگ گفت دخترت را به خانه آوردم. اول زنها 2-3 روز به وی آداب و ششتی خیزی درگاه جناب عالی را یاد می دهند. بعد از آن برگ اوزاد می کنیم. میرزا اکرم بای شتابان به حولی باجهش برگشته گفتگوی با یخشی بیگ کردش را نقل کرد و فرمود که زیبی را برفتنی به خانه اودایچی تیار کنند. با مصلحت زنها و خودی همان روز برای زیبی لباس واری خرید آورد. 2 زنی دوزنده را دعوت کردند. زنها 4 کس و 8 دست در 2 روز و 2 شب سر و لباس لازمه را دوخته تیار نمودند. خواهران دخترک را پیش از بامداد خیزانده آب بازی کنانیدند. با صابونی عراقی خوشبوی خوب شستند و بعد حریر و اطلس پوشانده با پدرش به حولی اودایچی گسیل کردند. زن اودایچی 3 روز به وی آداب ششت و خیزی حضور جناب عالی را یاد داد. او این کار را پیش از این هم نه 1 بار و 2 بار کرده آمده بود و تجربه کلان داشت. بعد وی با یاری خدمتگار زنک خانه‌اش زیبی را در پیش دریچه شینانده مویش را شانه کرده بافت. زلف و پیچک و کجک ها برآورد. ابروانش را با مویچینک چیده ساز کرد. به چشمانش سرمه کشید. بر رویش غازه مالید. در 2 بری رو و زنخدانش از نیل خالهای صنعی انداخت. سپس به انگشتانش انگشترین های گرانبهای پدرش خریده را گذرانیده، به گوشهایش آویزه های زرینی مرواریدکاری، به گردنش گردنبندهای جواهر نشان آویختند.
به پیشانش از بالای تاقی تاس پیشانه بندی زردوزی بستند. این همه پیرایه و زینت شرقی نمودی زیبی را واقعا هم دیگرگون ساخت. او مانندی یک تصویر مصور یا نقش نقاش گردیده بود. این دختره که اصلا بینور اکنون به چشم بیننده مثل یک دلبر نازنین عرض جمال میکرد. او خود را در آینه گشته و برگشته تماشا میکرد و از قیافه دیگرگون شدهش در حیرت میماند. به شوق میآمد، میرقصید. براستی که خود را زبده صاحب جمالان و ملیکه خوبان حس میکرد. زنی اودایچی که به حرم سرای امیر رفت و آمد داشت، دخترک را با خود گرفته به ارک روان شد. در آنجا او را به حولیچه میانه که در آن زنهای جوانی غیر نکاحی استقامت داشتند در آورده به دستی کدبانو سپرد. یخشیبیک از قفای زنش آمده به یسولی در پیش دروازه ارگ ایستاده فرمود که اگر میرزا اکرم بای بیاید زود به جناب عالی خبر دهد. خودش در آمده در سلامخانه حاضر گردید. امیر در سلامخانه در بین بالشت های پریقو نشسته کیم چگونه کاغذهایی را از نظر میگذرانید. یخشیبیک که هم نفکری محرم هم الفت و حزلکشی احدخان بود به پیش وی هر وقتی که خواهد در آمدن می گرفت. تقصیر میرزای قاری آمده است. خندیده به عرض رساند او. باز ورتش آورده است می. همچنین خندیده گفت امیر. نه، این دفعه به جناب عالی یک سوغاتی دیگر آورده است. خوش خوش. سوغاتی وی به حولی میانه فرستاده شد. احدخان از کاغذ سر بالا کرده به اودایچی نگریست. وی از حولی میانه گفتن یخشیبیک به چی بودن سوغاتی زود پی برده بود. چه خیله؟ مایدیکک زوچه باز فاسقانه کتف و گردن جنبانده چشمانش را خمار کرده گفت اودایچی. امیر هم به شفق آمده جنبشی کرد. کاغذ را بر روی بالشتی پرتافت. از کجا یافته است؟ عاجزه خودش. به کنیزکی جناب عالی بخشیدم میگوید. خود قاری همین زمان برای تهنیت امیرم آمده میماند. تا آمدن وی شما برآمده سوغاتی را یک تماشا میکردید. احدخان خسته از دریچه بیرون شد. او با راهروی باریک حوله های درون را با سلامخانه می پیوست رفته کوبکی قلعگی در خورترکی کندکاری را 3 بار آهسته کوفت. در را زنی کشاد. در صحن این حولیچه آزاده خیشت های مربع فرش شده در و دریچه های 6 حجره آن به ایوان گچکاری نقشین که ستون های کندکاری داشت باز می شدند. 4 زن جوانی زیبا طلعتی خوش لباس که در صحن حولی بودند دستهاشان را پیش گرفته تعظیمی سجده نما کردند. کدبانوی سال خورده برای چی در این وقتی پگاهی بی محل تشریف آوردن جناب عالی را به فراست دریافته تعظیم کنان انا به این خانه مرحمت فرمایند گفته حجره آخرینی طرف راست را نشان داد. امیر با آن سو رفته در خانه را کشاده یک نفس خاموشانه به درون آن نگاه کرده ایستاد. زیبی در میانجای خانه روی گلیم نشسته بود. هراسان از جا برخاسته از روی تعلیم زنی اودایچی خم شده به طرفی در سلام میکرد و زود خود را به کنج خانه گرفت و رویش را با رومالی نفیس آسمانی رنگ خود نیمه پنهان کرده ایستاد. قامتی نازک او از تاقچه سهل بلند بود و خلاص. از زیری دامنی درازی کرته حریری لاله رنگش پاهای خورترک بچگانه محسی پوشش نموده می ایستاد. احدخان فقط یک روی خالدار او، یک چشم سرمسا و ابروی سیاهی دراز و باریکش را می دید که به نظرش نهایت لطیف و زیبا نمود. او به دل خود بای بای هر لقا کو حقیقتاً زوچه باز
یادت بخیر قاری، گفت و پس در را آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. او تبسمی خوشنودی را در ریش و بروت سیاه خود پنهان کرده به سلام خانه برگشت. یخشیبیک منتظر او بود. در حال پرسید: چطور تقصیر؟ عجایب، جواب داد احد خان و به جای خود گذشته نشست. به قاری چی عمل می دهید تقصیر؟ با سوال داد اودایچی. یارلیقی قراول بیگی دیم مگر؟ یا ایشک آقا باشگی؟ گفت امیر. یارلیقی میراخوری دیه دومانید، مصلحت داد اودایچی. از جناب عالی چی رفت؟ اکنون با یک حساب قاری را پدر عروسی شما گوییم هم می شود. پدر عروس نه، پدر کنیز، خندید امیر. خیر پدر کنیز باشد، پدر کنیز، راضی شد یخشیبیک. خدا رحمتی قبلگاهاتان وی را بیگناه از عملش بیکار کرده بودند. اکنون شما با وی یک مهربانی کنید می ارزد. از این نوع دلالت اودایچی به نفع میرزا اکرم بای در دل امیر شبهه پیدا شد. او راست به چشم اودایچی نگاه کرده ایستاده پرسید: تو از وی رشوه گرفتی؟ کله عیار؟ راستش را گوی. یخشیبیک منتظر این پرسش نبود. ناگهان به دست افتیدن خود را حس کرد. پنهان کردن خفناک بود، زیرا امیر از دو سر حقیقت را آشکار کرده می توانست. راست یک چیز وعده کرد. رویش را به یک سو گردانیده گفت: درباره رشوه‌خوار من طمع نکرده بودم، خودش وعده کرد. چند؟ کزایی نه تقصیر. چند؟ تکرار کرد امیر با آواز بلندتر. ایشک آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا. مجبور شده راستش را گفت اودایچی. ترس وی از رشوه خوری نبود، بلکه از آن بود که امیر آن رشوه را از دستش می رباید. در واقع همین طور هم شد. گیرو به خزینه سپار، امر کرد احد خان. خوش. تقصیر نایلاج فرمانبری کرد اودایچی. ملازم در آمده خبر داد که میرزا اکرم بای بوستانی به خدمت آمده و یک اسب جیران را با زین طلاکاری و ابزال نقرگین پیشکش آورده است. امیر فرمود که اسب را از وی گرفته به سیس‌های درگاه سپارند. به یخشیبیک امر داد که از میرزای منشی به نام میرزا اکرم بای یرلیغ میراخوری نویسانده بیارد و از خزیندار 2 قبط سر و پا گرفته به بای پوشاند. بای به درون ارک در جایی که به سلام امیر آمدگان و دیگر اهل حاجت نشسته انتظاری میکشیدند حاضر بود. 2 جامه، یک شاهی و دیگر کیمخواب آورده شاهی را از تک و کیمخواب را از روی به او پوشانیدند. به سرش دستار داکه بستند. یخشیبیک مبارک نامه یرلیغ میراخوری را آورده به قبط دستار او خلانده ماند. پس از آن اودایچی و شیغوولی جامه پوشانده از 2 طرف از بازوان بای گرفته او را به صحن سلام خانه در آوردند. در آمدگان از دریچه‌ای که امیر در درون سلام خانه به دم آن دریچه نشسته بود دورتر قرار گرفتند. اودایچی مد کشیده کلمه های ازبکی را هجه کرده خاییده به عرض رساند که حضرت نینگ سلامت لیک لریگه غیجدو وان نینگ معتبر لریدین قل لری میرزا اکرم بای ولدی میرزا رحیم بای حضرتیم نینگ مرحمت لریدین بخارای شریف سلطنتی درباری نینگ میراخورلیک عملی جلیلسی بیرله سرفراز اتیل گندن سونگ این dillikdə Hazretimni dua qilib uz vataniga
قیتماق چی دور. از پسی او شیغول مد کشید. حضرتیمگه خدا توفیق و عدالت برسون. میرزا اکرم بای بر کنده زانو نشسته موافقی تعلیمی پیشکشی اودایچی اول پیشانیش را به زمین رسانده به طرف امیر سجده نمود و بعد دستهایش را برداشته دعا کرد. امیر از دریچه به سویش دست یازاند. میرزای قاری جسته به پا خیست و دقت شده دو دست در پیش گرفته در هر قدم تعظیم نموده به طرف امیر حرکت کرد. به دم دریچه رسید و سراسیمه‌وار دست امیر را گرفته به چشمانش مالید و چلپ چلپ بوسید. آن روز از اولی واسه صدای گوپ گوپ تپ تپ بلند بود. گلیزار در روی حولی با صاف وزنین غله می کوفت. انارگل در ایوان با دو چوبی شاپکی در کوهستان سوه چوب را چنین می نامند پخته سوه می کرد. یا به لفظ کوهستانیان گوییم می شپید. حسن و دولت در تگی ایوان دانک بازی می کردند. ریزا نبود و یک هفته باز بیدرک شده رفته بود. وقتی که در حولی بیرون بناگاه دروازه غیجر راست زد، مادر و دختر گوش انداختند. صدای پای شنیده شد. انارگل به خود لرزید. گویا آواز از غیب به گوش او می گفت که آدمی به حولی در آمده واسه است. وی سوچوب را پرتافته به پا خیست و با اضطراب خاطر بیرون دوید. در آنجا واسه لنگه بردوش با همراهی نظیر ایستاده بود و با تبسمی شادی به زنش می نگریست. دویشان هم میل و خواهش زور حس می کردند که با هم واخوردی گرمی بغل کش کنند و بوسه های پزمانی از لب و روی یکدیگر ستانند. اما رسم و عادت در حضور بیگانه به این اجازت نمیداد. ناعلاج فقط با زبان نگاهی مهر و محبت با هم پرسپاس کردند. گلیزار، حسن و دولت پران آمده به پدرشان آویختند. واسه هر سه آنها را به سینه‌اش پخش کرده از سر و رویشان بوسید. در چشمانش اشک حلقه زد. آن بیگاه و شب شادی گویا دیر باز راه خانه واسی را گم کرده باز به مهمانی آنها آمد. واسی در سری راهش از خاولین برنج و گوشت و روغن خرید آورده بود. انارگل پلو پخت. از لنگه های واسی و نظیر قند و نبات سوغاتی بر روی دسترخوان چیده شد. چقچق دل افروز، خنده های خوشحالی تا دل شب در خانه طنین انداز بود. خوشنودی رسیدنی به وطن و شادی دیدار عیال و فرزند را حتی نقل واقعه های غمانگیز سفر واسی و سرگذشت المناک نظیر هم خللدار کرده نمی توانست. اکنون آن سرگذشت ها سرگذشت بودند و بس. آنها به حسرت و ندامت همچون افسانه نقل کرده می شدند. شما گفتار 21 رو از روی رمانی سوتی ملوغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.